سلام عشقای من، داش محمد هستم. یه ویدیو دیگه اومدیم با هم دیگه ببینیم. خیلی معطلتون نمی کنم. کلا نکاتی در رابطه با اینه که چه تو سی پی رایگان بگیریم، واقعیه نیست، کلا آنالیز کنیم قضیه خرید گان و زدن گردون و این قضیه. معطلتون نکنم آقا. ما صبحی هم سر درد بودیم رفتیم چند از پلی بدیم. نگو که این نامردا پر بود تو آلکاتراز، از ترای هارد بود، بنده خدا کمپ کرده بود. آقا ما چی بهشون بگیم؟ و اینجا خودتون جلوتر میتونید ببینید که ما اومدیم عکس گان طرف رو بگیریم، دیدیم سطح چه خوبیه 117 که از پشت که پشتم نزدن، یعنی ما کلمون گیریم تو دیوار طرف رو شات کن رسید ما رو زد. خلاصه معطلتون نکنیم، جلوتر همه اینا رو میتونید ببینید و سولو اسکواد باتی هم الان مشاهده کردید. خب بریم ادامه ویدیو. میریم سراغ مورد یک. اول این کار و عمدی مفتیه، شما باید در گیم پلیتون رو خوب کنید، بازیتون خوب باشه، تمرین کنید و تو قسمت بتل یا مثلا مولتی که بازی میکنید خیلی راحت میتونید رنگ که مثلا بازی میکنید. طرف مثلا رفیقتون که میاد باتون بازی کنه، اگه بازیتون خوب باشه ادفرند یا بهش میدید یا بهتون میده. حالا اگه بهشم بدید، اگه بازیتون خوب باشه قبول میکنه، چون قرن یه تخم دو زرد خونی قبول میکنه. حالا کسی هم نیست که حالا کسی که گردونه زده از آج فیل انگار افتیده باشه، نه خورتم فیل چی میگم افتیده باشه، قبول میکنه. و اگه بازیتون خوب باشه با دی ادفرند با هم میدید و چند دستا میتونید با هم بازی کنید. حالا بهش هم میگید میتونه براتون گان بندازه اگه تو بتل یا تو مولتی، اگه گانشون هم فول آپگریده که میتونه شیر کنه براتون. خب دیگه حرفی واسه این در این مورد ندارم. حالا شما اگه چیز اضافه تایی در رابطه با هر موردی داشتید راحت تو کامنت ها بنویسید، هم ما استفاده میکنیم هم بقیه، چون هیچ کسی نیست که کسی باشه که همه چی رو بدون خودی خدا. خب اینجا جایی بود که ما عکس بگیریم و مردیم. بعدش هم کلا اصلا رفتیم لابی، اصلا بحثی در این رابطه نبود، بس هم که فرندای خوبی داشتیم. خب میریم سراغ مورد دوم. مورد دوم اینه که دیگه یه ذره باید سر شل کنید. اکتیویژن خسیسه دیال گوره با باشه، چه کارش کنیم؟ دیگه همینه که ه دیگه قرار نیست سی پی مفت بده، یه ذره سر ما شل میکنیم. $3 قیمت 240 تا سی پی، راحت میتونید بزنید و هر سیزن بتل پستون رو فعال کنید. یه سری آفرای جدید میده، اگه نگاه کنید شما خیلی راحت میتونید اون باکس تای 117 متیکه که تو ویدیو قبلی براتون توضیحشو دادم، خیلی راحت میتونید تو بتل پس الان که بتل پس دارم چند تا جعبه از مثلا بقیه جلوترم، چون که جعبه تو بتل پس بوده، میزنید و بتل پس رو میگیرید و بتل پس رو باز میکنید و باکس ها رو میگیرید. یه سری گان اضافت که از بعضیاش خیلی خوشم میاد، واقعا مثلا آیرون ساید مثلا قشنگی داره، مثلا عادیش مثلا کیک 6 و 6 من براتون جلوتر ویدیوش براتون میذارم، شاید آخر ویدیو براتون بذارم که آیرون سایدش مثلا عوض شده، اصلا خیلی قشنگ شده و میارزه کلا، چون 240 تا سی پیه، شما کلا 220 تا کاریش داری واسه بتل پس و وقتی زدی هم لول 50 که برسید تمام اون پول بهت برمیگرده. البته تا لول 50 که همه اون پول بهتون برمیگرده و خیلی راحت دوباره میتونید بزنید، یعنی تا ابد میتونید دوباره بتل پس بزنید. البته بتل پس بزنید، بعد برداشت نکنید. خب بحث بتل پس نمیمونه. ویدیو هم گفتم آخر آیرون ساید هم گفتم آخر ویدیو براتون میذارم فیلمشو ببینید، میارزه کلا. اگه یه ذره پول دارید کل کتونو بشکنید سر شل کنید بگیرید حتما. میریم دیگه، اینم بحثی نیست. میریم مورد سه چیه دیگه؟ کسایی که یه مدت نبودن خیلی راحت میتونن برن یه قسمتیه اون پایین صفحشون که یه سری جوایز خودشون میده، جدا از این جوایزشون که یه سری چیزا هم آفرای تخفیف بیشتری بهشون میده که میتونن بخرن، مثلا سی پی و هرچی هدیه. حالا میتونید ببینید، من یادم نیست دقیق چی بود ولی میدونم آفر خیلی آفر بود، کلا وقتی برگشته بودم خیلی بود و تخفیف قشنگی هم داشت و ارزون بود کلا، که کسی اهل خرج باشه راحت میتونه اون رو مثلا برداره. و اینم حرفی ندارم. بحث بعدی میریم که والا که موضوع فیلم ما در رابطه با همین بوده که چی؟ خرید سی پی و زدن گردونه. اول میرم در رابطه با خرید سی پی از ارزون ترین به گرون ترین رو پیش میریم، بعدش در رابطه با این طرف مثلا اعتماد بکنید یا نه در رابطه با یه سری توضیح میخوام در رابطه با سی پی مثلا قانونی یا غیر قانونی.
تا الان هر چی میخوایم بخرید از همین امروز که ویدیو منو میبینید تا 100 سال دیگه که باید قانونی بخرید که اگه نخرید منفی میشه و اگه چند بارم تکرار کنید اکانت بند میشه. و اینم پیامی بود که اکتیویژن واسه همه اکانت ارسال کرد و که میتونید اسکرینش بگیرید و ترجمه کنید و از این بحثا که دیگه حرفی در این رابطه نمیمونه. اینجا جایی بود که دفعه دوم ما فشار خورد، مثلا اسنایپر از اون طرف مپ ما رو زد، در حین حرکت تو زوم هم بودیم بعد شانسی. خب قضیه کشش ندیم، بریم سراغ بحث. ارزون ترین سی پی چیه؟ نه غیر قانونی نه هیچی، سی پی دوبله. سی پی دوبل شما که پک مثلا $1 میدی 80 تا سی پی قبلا میگرفتی، الان $1 میدی 160 تا سی پی میگیری، 2 برابر مثلا روی اسمش مشخصه سی پی دوبل. که تاکید میکنم این آدمش باید معتبر باشه، سر 240 تا سی پی بتل پس باید معتبر باشه، هر غلطی بکنید باید آدمش معتبر باشه. یعنی چون خیلی دیدم طرف مثلا میاد یه قیمت ارزون میذاره واسه رقابت، بعدش هم سی پی زمان براتون چه فوری براتون میزنه و بتونم میگه ها قانونیه و ای فرار. شما خود یه پولش دادید، اگر هم پول دارید و الان پسند از چیزی دارید، خب قراره بعداً مثلا سی پی بخرید، همین الان آفرای سی پی دوبلو بخرید چون واقعا میارزه دیگه. خود اگه همشو بخرید 7-8 تا گردونه پاسه یعنی جلوی هم ارزون، همین که فکر کنم هر گردونه یکم 2 خورده براتون میفته و ارزونه نسبتا. رتبه دوم توی بحث سی پی ها چیه؟ سی پی های ایونت های هفتگی و ماهانه که جلوتر میریم براتون توضیح میدم، قشنگ ترجمه‌اش براتون میخونم که به نظر من خیلی آفر جذاب تریه چون همیشه هست. سی پی دوبل کلا 35 روزه فکر کنم، نمیدونم دقیقاً نمیدونم چند روزه، ولی کلا یه سیزنه دیگه، بیشتر خون نیست. ایونت های هفتگی ماهانه همیشه هست و یعنی قیمتش بین سی پی دور و سی پی عادی در میاد و رتبه آخرم که دیگه خودت میدونید سی پی عادیه رو میخرید و دیگه کلا یه قدم تو ایران چیزی گرونه و دلارم بالا رفته که آدم موقع زدن گردن جیغ باید بکشه کلا. خلاصه این بود از بحث سی پی ها و کلا بریم سراغ داستان ما که چه بلایی سر ما آوردن این کسایی که سی پی شارژ میکنن. کلا نیومدم اینجا واسهتون داستان تعریف کنم، ولی این قضیه رو بشنوید، واقعا بله یک سر خود من اومده و دوستان من بدونن دیگه، کلا سرشون نره، چون که همه اون یه آدم یه بار کلا گوش میده و دیگه تا آخر عمرش تجربه، یعنی چیز زیادی هم نیست، وقت زیادی هم ازتون نمیگیره. کلا شاید 10 دقیقه گوش میدید ولی یه عمر راحتی کلا از این دیگه. حالا من حرفی ندارم، بریم سراغ قضیه. این بود که ما رفتیم سال پیش این موقع سی پی دوبلمون بود و ماستر گردونه بی پی 50 اومدیم که پک 4 به اضافه 4 سی پی خریدیم و یه 2.4 پول دادیم و دلمون خش کردن. سی پی قانونی واسه ما میزنه چون 2.4 نیست، 4 به اضافه 4 اون با $، اون زمان میارزید. و چون 3-4 نفرم به ما گفته بودن این شاپ معتبره، ما هم گفتیم اوکی و رفتیم باش صحبت کردیم و واسه ما شارژ کرد و اینا. و ما چون که دقیق فردای اون روز نگفتم بهتون که فردای اون روز ما خبر قضیه سی پی منفی اومد، تازه فهمیدیم چیه و گفتیم ما خود پول کامل دادیم انشالله سی پی زمان بر نزنه. حالا گفتیم انشالله، ولی پولم قد سی پی عادی بهشون داده بودم، معتبرم بود یا میدونستم اوکیه. و ما رفتیم و گردونم زدیم و گانشم تا لول نام 1 و 2 بردم و گفتیم دیدیم بعد یه بازی کردیم و کیف زندگی بردیم. یه دفعه دیدیم بعد یه هفته یه پیام اومد که بله شما به صورت غیر قانونی خریدید و این مبلغ این 8 کا یعنی 4 به اضافه 4 قرار از شما کسر میشه و اگه تکرار هم بشه خب منجر به بند شدن اکانتتون میشه. که پیامش راحت میتونید پیدا کنید تو گوگل، شاید هم دیده باشید، البته براتون گذاشتم اونجا. و این بلایی بود که سر ما آوردن و اینه. حالا بخوام در رابطه با قضیه سی پی های فوری هم بخوام براتون بگم، اینه که طرف میاد حساب پلی استور خودش، حتما پلی استور باید باشه، گوگل پلی نشنیدم کسی این رو چیزی رو کاری بکنه، ولی پلی استور میان پول میزنن بهش، برای همه افراد یه سری افراد سی پی میزنن، بعد یه مدت میان میگن نه من سی پی رو نمیخوام و پولمو پس بدید، سی پی هم پس بسونید. پلی استور واسه این که مثلا افراد کاربراش مثلا راضی نگه داره چیکار میکنه؟ میاد پس میسونه، مثلا پول شما رو پس میده، میاد سی پی هاتون رو پس بسونه. اگه سی پی داشته باشید 0 میشه، قبلا اینجوری بود که 0 میشد، اگر هم نداشت خودی هم میگفت هیچی، پول بنده خدا پس میده. یعنی طرف انگار این وسط کل پول رو سود کرده بود،
یعنی شما اگه مثلا واسه یه پکی 2400 من داده بودم 2400 کلش واسه طرف سود بود و چیزی بود که من از بقیه شنیدم. شما حالا تاییدش تو کامنت هارم بگید. نمیدونم حالا چه خبرشون سود داره، نوش جونشون دیگه، کل سر مردم هشتن دیگه، حالا چه فوششون بدیم چه خوبشون بگیم. حالا دیگه همینه که هدیه رفیق سر رفیق کلا میلت توی مملکت دیگه، حالا یه توقعی از اینا نیست. یه میریم سراغ بحث بعدیمون که بحث در قضیه چیه که من خیلی دیدم اینه که این سری ایونت ها اومده که جایزش اول یه سن اگه 30 تا مشو مثلا تکمیل بکنی، مثلا از لفظ انگلیسیش کامپلیت استفاده کنم، تکمیلی بکنید اون 30 تا مچ بهتون مثلا یه سری گانا اسکین میده که یه سری چرت و پرت اصلا صرف وقتش نمیکنه. ولی چی بحث جوایزی که اگه برنده بشید نفر اول تا دوم 10 کا سی پی میگیرن، نفر سوم تا هشتم 8 کا میگیرن و همینجور میاد تا پایین و خلاصه واقعا آفر عالیه و البته خیلی باید وقت بذارید چون 30 تا مچ چیز کمی نیست، هر مچی هم 10 دقیقه به بالا میشه. و یه سری راهکارهایی بود که من خیلی شنیدم، این طرف داشت با رفیقش تو مچ صحبت میکرد، ما هم شنیدیم که چه کار میکردن و جلوتر بهتون تعریف میکنم. جلوتر خونی همین الان دیگه. قضیه از این بود که شما با 5 با تیمتون اول تشکیل میدید، بعدش با 5 نفر صحبت میکنید که قضیه چیه که آقا شما بیاین یک همزمان مچ رو استارت کنیم، حریف هم دیگه میافتیم، شما از ما ببازید که ما بریم مثلا 30 تا مچمون رو وین بگیریم. 30 تا مچمون هم که وین بگیریم میشین نفر اول دومو دیگه، اول میشید دیگه دومی نداره خودی وقتی کل مچ رو وین بگیری. و البته اینم بگم که وقتی همزمان استارت میکنید اگه شلوغ نباشه 99% با هم دیگه میافتید. حالا اون 1% هم به خاطر اختلال تو اینترنت اون طرفی که استارت میکنه که این هم دیگه باید هماهنگ باشید. این هم دیگه بحثی نمیمونه، شما خیلی راحت. اینم ایدهش بود، ایده نبود که مثلا دیگه مثلا شما برید نگاه کنید ایرانی ها همیشه اولا نمیدونم این کار کردن یا نه، ولی خلاصه من شنیدم ازشون و کار ممکنیه، فقط خیلی وقت گیره و البته میارزه چون 10 کا سی پی کلا میشه یکی مثلا 2 تا گردونه میشه دیگه یه ذره دی سی پی میزنه میشه 2 تا گردونه. و اینم از راهکار این بود که راحت میتونید 10 کا سی پی بگیرید، باید صحبت کنید با رفیقاتون، اونم باید راضی باشن و تمام نکنن بگن نه منم 10 کا سی پی میخوام. و یه بحثی در این رابطه نمیمونه. خب عشقای من تایم ویدیو همش خیلی زیاد آقا رفت، میخوایم بریم اول نشونتون بدم بتل پس چجوریه و هم ویدیو گذاشتم که نگاه کنید. الان من همش تکمیل کرده بودم، اینجا از اول میتونید ببینید که هم اسکین میده، گان میده، همین که اگه سی پی رو جمع کنید میبینید که هر چی سی پی من 220 سی پی واسه باز کردن دادم، هر 220 سی پی من برگشته. یعنی من همون اول 350 تا سی پی شارژ کرده بودم، البته یه ذره‌شم خرج کردم تا حالا دارمش. و این بس میشه باکس هم که می‌بینید اضافه دارم. اینم آیرون ساید ایگانایی بود که من از این گانه معمول البته، ولی بعدش که مثلا نشونتون میدم گانایی بود که من از بتل پاس گرفته بودم و خیلی کلا آیرون ساید قشنگ تری داره، مخصوصا این کلیک 6 اصلا اوجوبه بود. حالا میتونید عادیشو ببینید و این گانه بتل پاس میتونید ببینید که نشونتون میدم و کلا خودم هدفم اینه که مثلا بفهمید که مثلا اینطوری مثلا بازی داره به این سمت پیش میره که کلا اگه پول خرج کنی خیلی مثلا راحت تری. اینجوریه دیگه سیاست همه چی همینجوریه. خب آقا خیلی سریع بریم در رابطه با این ایونت هم که سی پی رایگان میده و همونطور که تو تامنیلم دیدید سی پی رایگان نوشتم الان اینجا. خیلی راحت میتونید اینجا ببینید، نیاز به وی پی ان نداره، از قسمت نیوز زرد انگل صفحه میتونید ببینید 30 تا مچ های کامپلیت تمام کنید بهتون تا اسکینا میده که از نظر من خیلی به درد نخوره، اصلا حیفه اکانت که چیزایی داشته باشه ولی بعدیاش عالیه.
که تیمتون رو سریع تشکیل بدید و بازی کنید و بزنید تو گوش این سی پی رایگانش. البته سریع و صحبت کنید، همونطور که می‌بینید ایرانیان همیشه در صدر. اینم به خاطر تاریخی بوده، چون ایرانی‌ها سریع‌تر تموم کردن، بالاتر قرار گرفتن و از این بحثات یه بحث لیدر بردش نی. و حواس باشه که نباید یه بار باختن برید، که اگه یه بار باخت برید میافتین پایینا که اصلا دیگه خیلی بد میشه. حالا چه 2-3 بارم که بشه خب میریدون پایینا. خب اینم از این. بریم تو قسمت ساخت تیم یا ساخت چی میگن همون تیم یا دعوت کردن بقیه بهتون دعوتتون میکنم. اگه برید تو قسمت همون اینوایت میتونید کد بالای خودتون رو از طریق اون دکمه سمت راستش کپی کنید و برای اون لیدر گروه بفرستید، یا اینکه جوین تیم اگه زدید، یا اینکه کرییت تیم بزنید و اینجا اسم تیمو اینجا این رفیقاتون رو اینوایت میتونید از اون بالا بکنید. که مثلا من یه اسم پیش فرضا گذاشتم، اسم چنل خودمه و اون با و اینجا هم که وارد میکنیم اون اینوایت پلیر هم دکمه آبی سمت راست رو بزنید و این کد رفیقاتون رو بفرستین بذارید. کد خودتون نیاز نیست، کد خودتون هم بزنید. البته اون بعدش هم اون گزینه خاکستری سمت راست رو بزنید که تیمتون تکمیل بشه. البته 5 تا پلیر بشه، 5 تا پلیر بشید یا 6 تا که یکی هم تعویضی باشه به قول خودمون. که دیگه اینم از اینو، یه توضیحات زیادی نمیمونه، حتما شرکت کنید. خب اینجا اومدم بهتون تمام آفر رو نشون میدم که الان سی پی دوبله، اینجا خیلی راحت میتونید ببینید. رفیقای ما هم خواستن ول کنه ما نبودن، که یه توضیح خاصی نداره و قیمتش هم اگه برید چک کنید با سی پی عادیتون مثلا 80 به اضافه 80 که نوشته مثلا $1 با 80 عادی یکی، یعنی شما 80 سی پی عادی میخواید $1، الان اینجا 160 سی پی میخواید $1. اینجا ایونت های خاصیه که قیمتاش همش پایین زده. اینم اگه کارت متیک و کارت آپگرید اینا میخواید، این کلا کارت آپگرید واسه آپگرید کردن نگاهتونه که یا با سی پی بخرید همون تو ایونت ها میتونید بگیریش، مثلا مفته یعنی نیست، کلا فقط باید پول بدی به خاطرش. یکی دیگه بحث هم اومدیم اینجا در رابطه با ایونت های هفتگی و ماهانه بهتون یه توضیح بدم. الان اینجا ببینید تو قسمت ایونت ها و استور و کشول تا اگه بزنید سمت چپی هفتگیه، سمت راستی که ماهانه یا شاید برعکس گفتم مثلا یا نمیدونم، ولی اینجا که روز اول 40 تا سی پیه و کلا شما هر روز لاگین کنید. و اگه هر توضیحاتی هم خلاصش که بهتون بگم اینه که مثلا روز اول لاگین کردید 40 تا سی پی رو گرفتید، اگه روز دوم لاگین نکنید قرار نیست اون 10 تا سی پی روز دو بدهتون، روز سوم که میرید جایزه روز دو رو براتون باز میکنه. و این توضیحات خیلی خلاصه وار بود که بیشتر فکر نکنم نیاز باشه. وقتی باز کنید خیلی راحت ایزی بهتون میده. البته خودتون میتونید برید ترجمه کنید. اینم که میبینید ماهانشه که ماهانش خیلی به صرفه تره نسبت به اون هفتگیه و سی پی های بیشتر و جوایزش هم کریت ها رو ببینید اصلا آدم کیف میکنه. و کلا دیگه اینم قسمت میریم قسمت سی پی های اصلی که میتونید ببینید ولی متاسفانه واسه من باگ خورده بود و نشون نمیداد و کلا خودتون دیدید دیگه. خیلی این چیزه سی پی عادی چیز معمولیه و هیچ جا بحثی نمیمونه. عشق منید، خداحافظ.